تو سخت تمرین میکنی. شنا، بارفیکس، اسکوات، همیشه دنبال تکرار بعدی. اما اگر بهت بگم قدرتمندترین راه برای ساختن قدرت اینه که اصلاً حرکت نکنی چی؟ درست شنیدی. تو میتونی کل بدنت، قدرتت، حالت بدنیت و کنترل بدنت رو فقط با ثابت موندن دوباره شکل بدی. امروز 4 حرکت ایزومتریک بهت نشان میدم که کاملاً فیزیک بدنت رو تغییر میده. بدون وزنه، بدون حرکت، بدون بهانه. شروع کنیم. شماره 1. وال سیت. بی خطر به نظر میرسه. فقط تو و یک دیوار. اما 30 ثانیه که بگذره پاهات شروع به لرزیدن میکنن. 4 سر ران آتیش میگیرن و ذهنت میخواد تسلیم بشه. درست همونجاست که تغییر شروع میشه. روی دیوار سر بخور تا رانها موازی زمین بشن. زانوها 90 درجه و پشتت صاف. بدون قوس، بدون خم شدن به جلو. فقط تنش. این نگه داشتن ثابت تمام عضلات پاهات رو مجبور میکنه همزمان منقبض بشن. 4 سر، باسن و همسترینگ. مثل اسکوات قدرت میسازه اما بدون هیچ فشاری. با 20 ثانیه شروع کن. بعد به سمت 1 دقیقه کامل برو. ثابت بمان. آرام نفس بکش و بگذار سوزش پاهایت را شکل بده. چون این فقط یک تمرین پا نیست، جنگ ذهنی است. شماره 2. پلانک. همه فکر میکنن بلدش هستن، اما بیشتر مردم اشتباه انجامش میدن. پلانک فقط یک حرکت شکم نیست، یک آزمون کنترل تمام بدن است. از شانه ها تا انگشتان پا، هر عضله می جنگد تا آن خط کامل رو نگه دارد. آرنج ها زیر شانه ها، بدن صاف، میان تن سفت، باسن منقبض. نه افتادگی باسن، نه خم شدن به جلو، فقط ثبات خالص. با 30 ثانیه شروع کن. وقتی راحت شد 60 ثانیه امتحان کن. و اگر واقعاً میخوای خودت رو به چالش بکشی، پلانک بغل برو یا یک دست و یک پا رو بالا ببر. اگر درست انجامش بدی، کل بدنت سفت میشود. میان تنت محکم میشود، حالت بدنیت بهتر میشود و تعادلت جهش پیدا میکند. چون قدرت این نیست که چقدر بلند میکنی، این است که چقدر خوب نگه میداری. شماره 3. حرکت سوپرمن. نمیتوانی پشتت را در آینه ببینی، اما همه آن را میبینند وقتی صاف میستی. این همان راه ساختن آن حالت بدنی است. صاف دراز بکش، دستها جلو کشیده و دستها، سینه و پاها را از زمین بلند کن. 20 ثانیه نگه دار، شاید 30. احساس کن باسن و عضلات ستون فقراتت قفل میشوند. ستون فقراتت رو صاف و قوی نگه میدارند. این حرکت ساعتها نشستن رو خنثی می کند، قوز کردن رو اصلاح می کند و پایه هر بارفیکس و هر لیفت رو می سازد. ساده است، اما بی‌رحم. جای خودت رو نگه دار، نفس بکش و دوباره بالا بیا. چون قدرت واقعی در عضلاتی ساخته می شود که فراموش می کنی تمرینشان بدی. شماره 4. شنا ایزومتریک. نگه دار. حالا وقت بالاتن است. به حالت شنا برو تا نیمه پایین بیا، بعد متوقف شو. فریز. هر فیبر در سینه، بازو و شانه‌هایت فریاد میزند که حرکت کن، اما نکن. نگه دار. این وضعیت عضلاتت رو مجبور می‌کند زیر تنش مداوم منقبض بمانند. همزمان قدرت انفجاری و استقامت می‌سازد. با 15 ثانیه شروع کن. به 30 ثانیه برس. 3 تا 4 ست. بین هر ست استراحت کن و هرگز عجله نکن. این قدرت دقیق است. چون چیزی که آسان به نظر می رسد، ثابت موندن، در واقع سخت‌ترین آزمون کنترل است. حالا چطور همه رو کنار هم بذاری؟ هر تمرین یک قفل تمام بدنی است. وال سیت 3 ست 30 تا 60 ثانیه. پلانک 3 ست 30 تا 60 ثانیه. سوپرمن 3 ست 20 تا 30 ثانیه. شنای ایزومتریک 3 ست 15 تا 30 ثانیه. این روتین رو 3 بار در هفته انجام بده. هر جلسه کوتاه اما شدید خواهد بود. فقط چند هفته طول میکشه تا حالت بدنی، ثبات و قدرتت کاملا متفاوت به نظر برسه و احساس بشه. تمرین ایزومتریک چیزی عمیق‌تر از حرکت را آموزش میده. کنترل را آموزش میده. توانایی مقاومت، تحمل و تمرکز. چون قدرت همیشه درباره حرکت نیست، گاهی درباره سکون است. نگه داشتن وقتی بدنت میخواد تسلیم بشه، تحمل سوزش وقتی همه چیز میگوید رها کن. این همان راه ساختن قدرت واقعی است، قدرتی که ماندگار است. پس این چالش توست. 4 نگه داشت، 10 دقیقه، 3 روز در هفته. بدون باشگاه، بدون بهانه. فقط تو، بدنت و انضباطی که برای ثابت موندن لازم است. این آرکام فیت است. هوشمندانه تر تمرین کن، قوی تر نگهدار و قدرتی بساز که هرگز نمیشکند. در ویدیو بعدی میبینمت.